بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت یک و یک شما هموطنان عزیز بینندگان محترم. دوستان، ما همراه همکارای خو آقای سروری، آقای تقی‌زاده و آقای ابراهیمی و جمعی از سنگشکنای بند همبستگی که در مجموع 9 تیم دیگه اسامیش هم ذکر میشه دانه از صبح ساعت 9 بجه به اعماد منجی رفتیم در سالادو، بعد از اون ده نینجی در اولگاک فعلا ساعت 2 بجه شده که یک نیم بجه چاشده و امروز یک نیم بجه، یعنی در 3-4 ساعت هم سنگار خوب متر با قافدیست گفته مردم چک کده کلانی و خوردیش رو و ویدیوهاش هم دوستاشون مشاهده منین. بلده سنگشکنام تذکر دیده که سنگ خام نباشد، کلان نباشد، دیگه ریگی نباشد، همون موضوعات بسته گفته دیگه انشالله که ما برطرف نه. و از طرف دیگه ما مبارک رمضان دیگه تشکری منی از قوما و خیرینی که تانوس بلده بند همبستگی کمک کردن، خصوصا از خیرینی که قبلا کمک کرده بلده سنگشکنا پول پرداخته و تشکری ویژه منی از خانواده محترم احمدی که امسال با تعداد 2000 موتر سنگ را مسئولیت چرا یا هزینه‌اش را به عهده گرفته که خداوند اجر بده که یک از حامیان بسیار بزرگی بند همبستگی سنگجوی لومانه. دیگه امروز هم دوستا در این بار دفعه اول یا قسط اول مبلغ 3 لک روپیه را آقای رایق ده آقای احمدی خانواده محترم احمدی که امروز ما رفته سنگشکنا را سنگاش سل کده تخمین زده. البته این تخمینی که مزده 100% زیادتره نه آقای سروری؟ از اون تخمینی که مزده و سنگ زیادتره، مو کمتر گفته که یک زمان همین بند باقی باشد سنگشکنا باقی باشد، آره باقی نباشد یا برعکس دیگه آره کمک فشارم ده دیگه. سید یازدان رفتیم دوستا سنگاش سگیده سید یازدان تا 47000 این فرق نشارش یک سید یازدان 80 موتر سنگ تخمین زده. البته از 80 موتر سنگ هم زیاده، 47120 افغانی قبلا گرفته. امروز به کمک خانواده احمدی مبلغ 30000 افغانی بلدهش قسط اولش پرداخت میشه که مجموع پرداختش میشه 77120 افغانی دیگه. نال از آقای تقی‌زاده، از آقای ابراهیمی، آقای سروری خواهشمنده که این مبلغ را تسلیم بده. قدراست کن تبش مبلغ 30000 آقای سروری تسلیم بده. این سید روزه انشالله که خیر کنی. دیگه مختار کماد سنگش سل کدی 70 موتر تخمین زده سل کده 10000 قبلا گرفته، 50000 افغانی این دفعه از کمک خانواده احمدی پرداخت میشه که مجموع پولی که پرداخت میشه 60000 افغان. مختار 50000 50000 10000 قبلا پرداخت شده، 40000 50000 ریال میدی 60000 مختار. در پیش دوربین شوکت صفدری که یک سنگشکنای دیگه عبدالله باشین. عبدالله 70 موتر تخمین زده 10000 قبلا گرفته، 40000 این دفعه میدی مجموعاً 50000 40000 از کمک خانواده احمدی امروز بلش پرداخت میشه. حساب کنه نه آره حساب کنه. نفر چهارم شوکت صفدری 90 موتر سنگ تخمین زده، سنگاش زیاد بوده، 10000 افغانی قبلا گرفته، 60000 افغانی حال میدی که مجموعش میشه 70000 یعنی از کمک خانواده احمدی 60000 امروز پرداخت میشه. نفر پنجم کربلای قدرت 60 موتر سنگ تخمین زده، 10000 قبلا گرفته، 40000 افغانی امروز میدی از کمک خانواده احمدی که مجموعش میشه چند 50000 افغانی تا نوسا گرفته از حسابی سال چهارم. فخرالدین ناصری اما دوربین را بدی بیا خود. فخرالدین ناصری 70 موتر سنگ تخمین زده، 37000 قبلا گرفته از کمک خیرین که قبلا ویدیوهاش نشسته، 30000 افغانی از کمک خانواده احمدی پرداخت میشه که مجموعش میشه 67000 افغانی. یه اسخور گرفته خو یه مشکل بخشش پیشم داد امضا خو گرفته ببین خو سه خو گرفته سه. گل احمد علیزاده 60 موتر سنگ تخمین زده، 24130 روپیه قبلا گرفته، 20000 افغانی یال پرداخت نه میشه 44130 افغانی آقای سروری مورد پرداخت. این بچه‌ش هم ده. خب انجینیر حیات الله 70 موتر سنگ تخمین زده، 61000 افغانی قبلا گرفته، 10000 افغانی اینال میدی 15 موتر اینجا هم داره. آره 71000 افغانی مجموعاً گرفته که 22000 از کمک خانواده احمدیه پول قبلا قضا کرده. آقای هادی یعقوبی 60 موتر سنگ تخمین زده، 40000 افغانی قبلا گرفته، 20000 افغانی امروز پرداخت میشه. آقای یعقوبی خدمت شما. آقای سلام دوستا امروز که رفتیم سال کردیم 2,49,250 افغانی قبلا پرداخت شده به کمک خیرین
مبلغ 3 لک افغانی به کمک خانواده احمدی امروز پرداخت شد که مجموعاً تا هنوز از بلده سال چهارم 5,49,250 افغانی پرداخت شده بلده سنگ و 620 موتر سنگ دو صاحب مایده است. ما که سالم حدود 900 موتر سنگ مایده است. همین 900 موتر سنگ است ولی اینمو که ما خوب که حساب کردیم همین تخمین کم زده 620 موتر سنگ مال است به جز یک سر کتل خود بندم است. خدا رو شکر امروز خیلی امیدوار شدیم که سنگشنا فعالیت خوب بوده. آره پس نمونه. این در حدود 800 900 موتر سنگ فعلا آماده است. دیگه نالوای سروری آقای تغزاده و بقیه دوستان صحبت داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مو هم عرض سلام و احترام و خسته نباشید داریم خدمت همه عزیزای سنگشکن و تیم همکار و همچنان شما بینندگان عزیز و وطنداران گرامی که از گوشه های مختلفی کره خاکی بیننده برنامه امروزی ما هستین. و دوستان تشکر و سپاس و قدردانی داریم از خانواده محترم احمدی که برای بار اول قسط اول کمک های امسال خورد که مبلغ $55,000 نیوزلندی وعده همکاریش داد به خاطر و این کمک های خورم اختصاص داده بخش سنگ شکن های بنده همبستگی که قسط اولش مبلغ 3 لک افغانی رسیده در جاغوری که برای تیم سنگ شکن ها یا کارگرها یا مردان آهنین بنده همبستگی پرداخت شد. انشالله که یام علاج نداره، یک مقدار مصرف داره، عید پیش روی، نوروز پیش روی، خب مشکلات های زندگی زیاده. اینا هم کسا بیتنه با مو پولی کم کسته امو مشکلات های خرا برطرف کنه که یک مقدار خلاصه دراز کتاش نی کار بیچله که یام کسته دستش تنگ و اوکنش نه و بالای بندم فشار نه. انشالله که و پول زیادم پرداخت نشده و انشالله که یام فعال باشه و همیشه سالم صحتمند باشه و همیشه تلاش کنه زحمت بکشه که سنگ خوبتر و سنگ بهترتر آماده کنه تا بخیر با کمک هم دیگر بتونیم دست به دست هم بدیم همین پروژه بنیادی و اساسی را به سرانجام برسونیم. تشکر از خانواده احمدی و از عزیزایی که قبلا در راستای سنگشکنی بنده همبستگی سنگجوی لومان کمک کرده. و دوستان محترم یک چیزی که قابل یادآوریه خرید آهن از تمام خیرین، از تمام وطندارا، از تمام عزیزایی که توانایی همکاری مالی از 1 افغانی تا هزاران افغانی تا هزاران دلار را داره. انشالله که در این راستا هم بنده همبستگی سنگجوی لومان را همکاری کنیم که بخیر امی آهن هم که خریداریش نبخشه امسال دیگه دغدغه امسال از مو کمتر میشه. بخیر کم کم از این با دیگه چیزی هم نمانده. در شروع کار هوا روز به روز گرم میشه دیگه. این برفای کم کم که در روی زمین شما میگیرین یا خیلی زود تا یک هفته دیگر یا خلاص میشه دیگه. هوا گرمتر شده موره و بعد از عید رمضان، بعد از عید سعید فطر بخیر کار خوره که آماده بتونیم و یک دفعه شروعش نه. معمولا در فصل بهار طول روزم زیادتره، کارگرام کسا با انرژی تره، هوام خیلی مناسب و مساعده. از اوت که مود تیر ماه باز شلک نیم روی کار، از اوت دیم ماه بهار زودتر شروع کنیم، 2 روز زودتر شروع کنیم، 20 روز زودتر شروع کنیم، کار بهترتر میشه و کار خوبتر پیش میره. تشکر از تمام شما عزیزایی که از روز اول تا به حال بخش بنده همبستگی همکاری کردین. یک دنیا سپاس. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بینندگان محترم، دوستایی که در اینجا حاضره، خیرین عزیز. امیدواریم در هر گوشه از کره خاکی هستین جور صحتمند باشین. ما هم تشکر می‌کنیم از تمام خیرین محترم که در طول از 3 سال بنده همبستگی سنگجوی لومان جاغوری را کمک و همکاری کردن. جهان سپاس و یک تشکر ویژه داریم از خانواده احمدی که امسال 2000 موتر سنگ را اسپانسر شدن و دور اول کمک را در موقع بسیار خوب روان کردن. جهان سپاس که ما 3 لک افغانی را کامل نقدن تسلیم سنگشکناک ده یا هم بخیر کارهای ادامه میده تا دور بعدی کمک را باز سنگار چکنی باز انشالله خبر میده. انتقال داشت باز پول پرداخت. تشکر دوستا، سلامت باشین، منتظر همکاریش هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض سلام و احترام دارم خدمت یک شما دوستای عزیز بیننده نهایت مهربان
خیرین عزیز، امیدوار هستم که همگیشون در هر کجایی که هستین همیشه خوش و سلامت باشین. تشکری منی از خانواده محترم احمدی که این سال مو حدود 2000 موتر سنگ را هزینه‌اش را به عهده گرفته و بلکه قسط اولش هم 3 لک افغانی را امروز روان کرده که تسلیم سنگشکناک دید. که تشکری منی از خانواده محترم احمدی که یک از حامیان بزرگ بند همبستگی سنگجوی لومان که همیشه کمک‌هایشی به بند همبستگی سنگجوی لومان رسیده. ان شاء الله که همگیشیم موفق و سلامت باشین. دیگه وقتشون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. رهی نیک مردان آزاده گیر، چو ایستاده دست افتاده گیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما خوبان، خیرین و حامیان عزیز بند همبستگی سنگجوی لومان. این میرم که در ویدیو مشاهدن این مو سنگ میدک ده امروز که چک کردین شما و مو یک مقداری به اصطلاح که در اینجا موجوده، یک مقدار پیسه‌ای که از طرف خانواده محترم احمدی هم ده درست اول زاده، یک 3 لک افغانی رو بین از مو تقسیم کرده و ان شاء الله مو در آینده هم تلاش نه هر چه زودتر رأس کار آمادهش نه و کار پیش بره. دیگه ما از شخص خود جان از ما میرای سوخته به محض که میرای موتور رو شونه دیگه ما 1 دقیقه نمیشیم در خانه، به خاطر ازی که مو روزی که کار کنی آقای زاده و امروز مو درآمد داریم، روز که کار نکنی دیگه غیر برد مجید بیشی به اصطلاح استفاده بیهودهش نه. اره دیگه هم در پایان هم یک شعر میگیم، البته از طرف خود جان از ما خو میگه یا رب تو را به خدای خداییت وانگه به کمال پادشاهیت، هر آنچه از عمر من هست بر جای بیستان و به عمر خیرین افزای. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب بینندگان محترم، تشکری من بازم از خیرینی که قبلا بلده سنگشکنا کمک کردن و از همه خیرین که بلده بند کمک کردن و تشکری من از خانواده محترم احمدی که امروز یک کمک بسیار خوب کردن در ایام ماه مبارک رمضان. بلده سنگشکنای خوب از ما که واقعا کار سنگین را اینا انجام بده. خداوند ان شاء الله به اموات همه خیرین را بیامرزه و با مال و دارایی خیرین برکت بده و در هر جای دنیا که زندگی به کامش باشد، ایام به کامش باشند که همین قدر مردمی که در داخل افغانستان درک مونه و کمک مونه بلده وطن خو یک صلوات بلند محمد را ختم اللهم صل علی محمد و آل محمد. این دوستامون امروز ما دم سنگارم چک کردی دیگه. این بود برنامه امروزیمون، پولم توزیع شد بلده سنگشکنا. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یک تا میسپاریم. خداوند یار و مددگار شیم. تشکر از کلی دوستای خارج و داخل. سلامت. خب دوستان، در آخر گزارشی امروز موضوع نشونی. امروز ما آقای ابراهیمی، آقای سراری، آقای تقزاده و همراه تیم سنگشکنا همده بخیر که سنگار چک کنیم از لحاظ کچوریزگیشی، هم از لحاظ کیفیت و کمیتشی دیگه کچه نباشد، خامه نباشد، زورست و ساکارا باشد و همچنان یک مقدار پول به خاطر ماه مبارک رمضان اولین کمک خانواده محترم احمدی که همده بخیر اول نقطه چی بلده سنگشکنا پرداخت کنی دیگه. نال همده که همون مقدار یک سنجش کنی که چی مقدار سنگ میده شده از مقدار سنگ میده گشته شده کمتر پول پرداخت کنی تا بخیر همه خرج مصرفی روز ماه مبارک رمضان و همچنان ایدی سنگشکنا شده که نام دیگه از خود خانواده داره. اینا همده سنگ گل احمد میگی دای سواری چی بزنه آغاز هم بگیم ریزگیشی و همچنان خود کیفیت سنگ تقدیم ناسیلی شما باید سنجکن کلی سعی دیگه کیفیت چی قدر خوب از این حاصل خیلی خوب خودتون میگیم دیگه. اندازهش هم بد نیست، اندازهش خوبه ولی مقدارش رو مو دقیق تخمین نمیدونی دیگه. شما زیادتر مفهمید ولی این دوستا اینی سنگ انجینیر آیت الله اینجا هم هست، دو طرف هم هست دیگه. از این کیره گل احمر تخمین زدی سنگشکنا گفتن 90 موتر و از مومر کمتر گفتی که 60 موتر فعلا حساب می‌کنم. البته پولش کامل پرداخت میشه ولی فعلا این رقم شده که همین از بند دیگه 60 موتر داینا. البته اگر موترش 2.5 متر کم از گل احمر گفتی دالین 25 موتر است همینه 25 موتر 25 سنگ کرده اینی سنگ در بین سنگ پرتاو کده خویی دیگه صبح قنجقه پاکش بیل جدا نمیشه دیگه. نه این بال منه حتما فرقی بال کرده این میاد قدر فضا رو میده دو طرف هم داره دو موتر داره او دور خود از این یک 3 متر کوپه این او دور 2 موتر دینا 2 موتر
زیاد سروری از احد نه؟ یعنی کوپه دوم میشه دوستو احد یعنی مقدار کم کم اینجا خام داره نه؟ خودشم کنیه که میگفتی یک نرالته خدا قابلی چی میگه یعنی اینجا سنگ یک کوپه اینجا داره باز پایین هم خدر داره اونجا هم خیلی خدره مورش هم سایلیم که فهم هست آمدیم دوستا در پالوی سنگ فخرالدین ناصری دیگه یک از جوانای بسیار فعالی سنگایش خیلی کتکته سنگشکن دیگه نالیم سنگایش سایلنی سنگایش هم آقای سراری خوبه دیگه تا جای ولی یک دیگه خوبی یک خام داره دیگه خوبه خوبه سایفای قلم دیگه از احد یعقوبی هم که جو نمام داره دیده خوب نمادار سنگش هم خوب یعنی جی سواری علمی سنگش هم نماداره هم زورست هم خوب پخته سنگش خوبش بود خوبش میاد اونوار سنگش خوبش ولی من سنگا بهترین سنگه آره یک قلم مورد هیچ خوبش خواهدیش هم تخمین میزنی بخیر دیگه خلاص یعنی قدر اینجا الزاده خواهد دیگه دوستا ما از فخرالدین ناصری رو چک کردی کلانی خوردیش بعضی خام کم کم کچه داشت اونجا گفتی دیگه 60 موتر سنگ تخمین زیادتا زیاده 70 موتر 80 موتر سنگ آره ولی آقا صاحب یک نش باید کچه نه نه تو بیا آقا بیا خودت تیر نزن باشش سال که این میا کچه و زیر پایز کاری زیر پایز این می تای پایز ما یا کچه کتانه آقای نه کچه نیه یا نازوگه این نازوگه نه زیر پایز ما کچه خوبه مثل سخت پیش میره خامه گوشه شونه خبر ولی قدر ریزه نکنی تا پورتاک نه ما زوریاشی این خسی پورتاک دو نه نه خامر کنیر کم پورتاک نخواست باشتن سال کنی که چی رقم نما نداره نمیدیالم از امید اور بسای ناس تو روی دیدن ازی این سنگ خرابه این سنگ قدره قدر سنگ اگر نه سنگ پخته باشه اوت قسم روی میدیال از آقا پخته بچه کنید چند داره دیده الان آمدیم دوستا در سنگ سید یازدان کوپه دوم شیم یعنی شاید دیگه انجنر سه بینن نما به خجور کنه نه ایش خوب شه تا جای را کلانیش هم